سلام. به نظر شما قوی ترین انسان و پهلوان واقعی چه کسیه؟ نقل شده که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم یک روز عده‌ای رو دید که یکیشون داشت سنگی رو بلند میکرد که به اون سنگ میگفتن سنگ پهلوانی. حضرت فرمود میخواین بهتون بگم از این مرد پهلوان تر چه کسیه؟ اون کسی که بر نفس خودش چیره بشه و بر شیطانش غلبه پیدا بکنه. توی روایات اهل بیت علیهم السلام هم نقل شده بزرگترین دشمن انسان اون نفس و منیتی که در وجودش هست. وصی و فرستاده امام مهدی علیه السلام سید احمد الحسن یمانی هم در این باره بیان میکنند: من و از منیت به خدا پناه میبرم، بنده فقیر و بیچاره و مسکین درگاه الهی، هر عاقلی که در پی حقیقت است را دعوت میکنم تبری بردارد و هر بتی که غیر خدا پرستیده میشود را از جمله بتی که در درونش است بت انا و منیت را در هم بشکند. برای اطلاع بیشتر از این دست معارف و سخنان سید احمد الحسن به کانالم سری بزنید. یا علی.